محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است روز 8 نوامبر با سفر یک روزه به تاجیکستان بیاید. این بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی چند سال اخیر سر شدن مناسبت‌ها میان دوشنبه و تهران به تاجیکستان سفر می‌کند. دو منبع معتمد رادیوی آزادی گفتند که روز 8 نوامبر به دوشنبه سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی شده است. قرار است محمد جواد ظریف شام 8 نوامبر در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در تاجیکستان اشتراک کند. بنای سفارت نو ایران در خیابان اسماعیلی سامانی و خیابان میاکوسکی در شهر دوشنبه بنیاد شده است. در همین حال خبرگزاری نیمه رسمی فارس نزدیک به مقامات ایران روز 7 نوامبر خبر داد که در این سفر محمد جواد ظریف را وزیر انرژی آن کشور همراهی می‌کند. با اطلاع خبرگزاری فارس، ملاقات وزیر امور خارجه ایران با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز برنامه‌ریزی شده است. فعلا مقامات تاجیک از شرح این خبر خودداری می‌کنند. در صورت برگزار شدن این سفر، محمد جواد ظریف نخستین مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران می‌شود که در پی سر شدن رابطه‌های دوشنبه و تهران در 2 سال اخیر از تاجیکستان دیدن می‌نماید. تاجیکستان و ایران طی تقریباً 2 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری‌ها را پس سر می‌کنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پل‌های گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری به کنفرانس تهران با وجود آمده است. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه اوگوست امسال علیه جمهوری اسلامی ایران بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و رهبری پیشین حزب سوسیالیستی را سرمایه گذاری کرده بود. ایران این اتهام را به پایه خواند و گفت رشته دوستی با سعودی از رقیبان اصلی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دوشنبه را از تهران دور می‌کند.